شما صاحب مرتبه های بلند بودید. که من البته مرتبه بلند گفته چرا در نظر دارم که نماینده خلق در شورای عالی اتحاد شوروی سابق، بعد سرمحرری مجله بودید، رئیس بنیاد زبان هستید و فکرم بسیار خوب خودتون درک میکنید، حس میکنید، میدانید که از سیاست و از مرتبه در زندگی چیزی باقی نمیماند، از هنر و صنعت و شعر میماند. لیکن به هر حال به همین راه رفتید. چی مجبور کرد؟ هیچ وقت سیاستمدار نبودم و این در خون من نیست. اما خواهید نخواهید در زمان که زندگی میکنید از زمان بیرون بودن ممکن نیست. در خلق برون خلق بودن غلط است. صحبت با زندگی است، با مردن نیست میگد بدیل. یعنی ما با همه جرم و گناه هم با مردم بودیم و هستیم و راستش میگم که بیگناه نیستیم. هر کدام ما در این حوادثی سالهای آخر یا کمی یا بیشتر گناهی داریم که البته اگر گناهی باشد داورا میگن، خلق میگن، اما گناه هم گناه هست. گناهایی هستند که بخشودنی، گناه هستند که نابخشودنی. گناهایی که مثلا خون ریخته باشد، مردم به نفاق انداخته باشد، به نزاع آورده باشد، به برخورد آورده باشد و غیر واقعا این گناه است. اما کسایی که در عقیدهشان شاید خطا کرده باشند، یعنی کسایی بودن که در عقیدهشان خطا کردند، اینها باید ببخشد. خلق با اون بزرگواری یکی دارد باید ببخشد، چون که عقیده هنوز عمل نیست. اگر عقیده به عمل برگردد، مبادل شد، اون وقت از نتیجهش خود مقامات حقوق میبینند و معاین میکنند. واقعا یک سوال همیشه در صحبت ها میشه و بود و در همون روزای داغ حوادثی سال گذشته مردم میگفتن که چرا شاعران و نویسندگان بسیار نافعال هستند، بسیار کم جرأت هستند، خاموش هستند، بی‌طرف هستند، بی‌تفاوت هستند. من خیال میکنم که فقط میدان شهیدان رفتن یا میدان آزادی آمدن معنی فعال بودن ندارد. معنی فعال بودن همین است که آدم بر قسمت خلق اندیشه بکنه و همون حوادثی که میگذرد، واقعیتی که هست، اون در جهان اندیشه خودش تحلیل بکند و از اون خلاصه گیرد، نتیجه بردارد و اقلا از دستش کار نبیاد. اگر نیکی نبیاد بدی هم نکند. ناصر خسرو میگوید که خاموشی از کلام بیهوده به، در زبور است این سخن مستور. یعنی بعضا از کلام بیهوده خاموشی بهتر که آدم اقلا خودش مستقلانه اندیشه میکند که حوادث به کدام جریان، به کدام سمت میره. و من در این یک دو سال آخر خیلی غزلها و شعرهایی گفتم که پر از گریه و ناله هستند و من حال هنوز چاپ نکردیم، چون که همون احوال زندگی، احوال مردم، این خون ریزه ها رو دیدم. من فقط شعرهای بسیار غم انگیز، غزلهای غم انگیز، گریه و ناله و گریستم و فریاد زدم و اینطور غزلها گفتم. صبحی با تاج بیسری ملت گریستم، شامی به مرگ مظهری ملت گریستم، یک پارگیش را همی کردم آرزو، بر پاره پاره پیکری ملت گریستم. اینطور غزلها هم گفتیم که حالا چاپ نکردم. واقعا در تنهایی همین سرنوشت مردم من احساس میکردم و بسیار برای من گران بود که نمیدانستم که چی کار باید کرد، چون که زبان تیر، زبان تفنگ، کمان از زبان شعر، از زبان سخن، از زبان شاعر براتر و بلندتر بود و در آن وقت سخن تاثیر نمیکرد. وگرنه اگر سخن تاثیر میکرد، سخن قرآن تاثیر میکرد. کلام خدا که میگه ای آنهایی که ایمان آورده اید، از در صلح درآیید، از پیراهای شیطان نروید که دشمن آشکارای شماست. همین کلام خدا بس است که ما آدم ها خونریزی نکنند. یا فردوسی میگه که برادر به نزد برادر به جنگ نآید اگر باشدش نام و ننگ. این بیت فردوسی هم کارگر نبود. یا ناصر خسرو میگه که به خون ای برادر میالای دست، که بالای دست تو هم دست هست.
یعنی دست خدا در نظر دارد. این حرفهای بزرگان که 1000 سال نصیحت کردن و این گروه آدم تاثیر نکرد، خیال میکنم که سخن من تاثیر میکرد. من بسیار اندیشه میکردم که وای بر حال ما که 1000 سال نصیحت شنیدیم اما بازم نصیحت ناشنیده ماندیم. و یک دو بایتی هم گفتم که به خود را ندیده مثل ما نیست، به مقصد نارسیده مثل ما نیست. هزاران سال بشنیده نصیحت ناشنیده مثل ما نیست. این خلاصه امروزه بود که واقعا به همین خلاصه آورد که اگر ما واقعا صاحب فرهنگی 3000 سال 5000 سال از اوستا شروع کنیم اگر باشیم، چرا به این احوال گرفتار شدیم؟ گذاشتیم تفنگ گرفتیم. این اما اندیشه‌ای است که دوام همون شعرها هستند که شما بسیار با جراحت من نمک پاش دید. واقعا این جراحت ملی، فاجعه ملی ما است که در این 100 سالها صحت نمیشه. اما باید آدم این دردها را بگوید و سبق بگیرد، از تاریخ و حوادث گذشته سبق بگیرد.